الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. قبل از هر چیز عید خجسته و میمون رمضان را به همه بینندگان عزیز و گرامی تبریک عرض می کنم. از خداوند متعال می خواهم که این عید خجسته را از همه مسلمانان بپذیرد و ما را توفیق و یاری دهد که عیدهای دیگر و رمضانهای دیگر را بر اساس در عبادت و بندگی خدا داشته باشیم و سپری کنیم. مطلبی که امروز در خدمت شما میخوام بیان کنم برمیگردیم به احادیث ثلاثی امام بخاری در صحیحش که ما گفتیم امام بخاری بعضی از احادیث دارد که تنها با 3 حلقه سند به رسول خدا میرسد. ما در درس های گذشته و در قسمت ها و بخش های که گذشت 20 حدیث از این احادیث را بیان نمودیم و اکنون 2 تا حدیث دیگر مونده که به یاری خدا یکی از این احادیث را امروز به آن میپردازیم. در جلسه امروز فکر نکنم بتونیم به حدیث بعدی برسیم. حدیث بعدی هم برای جلسه بعد. این حدیث از طریق خلاد بن یحیی، اون هم از عیسی بن طهمان و اون هم از انس بن مالک. این 3 نفر، خلاد بن یحیی، عیسی بن طهمان، انس بن مالک که صحابی است، با این 3 حلقه سند به رسول خدا می رسد صلی الله علیه و سلم. که این حدیث یک حدیث بسیار قشنگ و بسیار زیبا مثل دیگر احادیث مخصوصا، اما این حدیث یعنی مسائلی در آن وجود دارد که بسیاری از مردم از آن غافل و ناآگاه هستند. امام بخاری این حدیث را در زیر شماره حدیث 7421 روایت می کند. البته تنها 7421 یعنی در جاهای دیگر هم این حدیث را روایت نموده، مثلا 4509 یا 2700 این حدیث را روایت کرده، یعنی در جاهای دیگر این حدیث را کاملتر و واضحتر بیان نموده. حتی این حدیث یعنی قبل از اون هم حدیث 7420 هم مربوط به همین حدیث است، یعنی تقریبا در همین زمینه هست. بله، و این حدیث محدثین فراوانی این حدیث را روایت نموده اند. تنها امام بخاری نیست که این حدیث را روایت کرده، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی و حتی امام احمد این حدیث را روایت نموده اند. در نتیجه ما سعی میکنیم این حدیث را کمی باز کنیم، چون حدیث در واقع مطلب بسیار مهمی در آن نهفته است که باید به آن بپردازیم. در اینجا امام بخاری حدیث را با سند خود، یعنی از شیخ خود خلاد بن یحیی روایت می کند
و خلاد بن یحیی هم از شیخ خود عیسی بن طهمان و عیسی بن طهمان هم از شیخ خود انس بن مالک. یعنی چی؟ یعنی انس صحابی، عیسی بن طهمان تابعی و خلاد بن یحیی هم تابعی اتباع تابعین. باسی حلقه سند میفرماید عیسی بن طهمان سمعت انس بن مالک، من از انس بن مالک شنیدم رضی الله عنه، رضای خدا بر او باد، یقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. الله أكبر. می‌فرماید آیه حجاب در مورد زینب بنت جحش نازل شد. زینب بنت جحش همون کسی بود که رسول خدا صلی الله علیه وسلم با او ازدواج کرد و اون روز مردم را برای آن دعوت نمود. مردم زیادی، حدود 300 نفر مردم را دعوت نمود برای ولیمه ام المؤمنین زینب دختر جحش. و اطعم علیها یومئذ خبزا و لحما، و اون روز دیگه هم گوشت و هم نان را به مردم داد. یعنی در مراسم ولیمه برای عروسی، ولیمه منظور عروسی است، یعنی در مراسم عروسیش نان و غذای نان و گوشت را به مردم داد. و كانت تفخر على نساء النبي صلی الله علیه و سلم، و گاهی ام المؤمنین زینب بر همسران پیامبر افتخار میکرد صلی الله علیه و سلم. و كانت تقول ان الله انكحني في السماء، میفرمود پروردگار منو به عقد رسول الله در آورده در آسمان. میگه شما پدرتان و خانوادهتان شما را به عقد رسول الله در آورده، اما من پروردگار منو به عقد رسول الله در آورده. این احادیث مطالب بسیار زیادی در آن وجود دارد. و این حدیث که امام نسائی روایت می کند و امام ترمذی هم با لفظ دیگری می‌فرماید لما نزلت هذه الآیه، در هنگامی که این آیه در مورد زینب دختر جحش نازل شد، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، هنگامی که زید بن حارثه نیاز خودش را از زینب بنت جحش برآورده نمود و تمام کرد، ما او را به همسری تو در آوردیم. این نص صریح قرآن است، یعنی ما زینب بنت جحش را همسر تو گردانیدیم بعد از اینکه او را طلاق داد. قال فكانت تفخر على ازواج النبی، بعدن به همین مطلب میگه بر همسران پیامبر علیه الصلاة والسلام افتخار می نمود و می فرمود زوجکن اهلکن و زوجنی الله من فوق 7 سماوات، فرمود خانواده شما را به عقد رسول الله در آورده، اما من الله بالای 7 آسمان منو به عقد رسول الله در آورده. این امام ترمذی در حدیث 3213 و امام نسائی حدیث 3252 روایت نموده
و امام احمد هم این حدیث را آورده، میفرماید كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. میگه زینب بنت جحش که دختر عمه رسول الله هم هست، افتخار میکرد بر هم زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم و میفرمود ان الله انکحنی من السماء، پروردگار منو به عقد رسول الله در آورده در آسمان. و اطعم علیها یومئذ خبزا و لحما، و اون روز در عروسی او رسول الله صلی الله علیه و سلم گوشت و نانی را به مردم داد. و کان القوم جلوسا کما هم فی البیت، و مردم در خانه رسول الله نشسته بودند همچنان. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم فخرج، یعنی مردم متوجه نبودند که باید غذا بخورند و خارج شوند، چون این گونه بود گروه می آمدند میخوردند و میرفت، میخوردند و میرفت، که شرعیش اینه وقتی که کسی دعوت می شود برای غذایی باید همین که غذا را تمام کرد دیگه تمام خانه را ترک کند. شریعت خدا اینجوری میفرماید در قرآن و در سنت، که این چیز غریبی است که گفتم مطالبی در آن وجود دارد که بسیاری از مردم از آن ناآگاه هستند و اصلا برایشون قبول نیست. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که دید تعدادی از این مردم نشستند یعنی بلند نمیشوند، رسول الله صلی الله علیه و سلم چون بسیار انسانی بود، بسیار با شرم و حیا بود، با آنها چیزی نمی گفت ولی راحتم نبود. رسول الله بلند شد صلی الله علیه و سلم فخرج، و خارج شد. فلبث ما شاء الله ان یلبث، گفت من بیرون میرم تا اینا شاید بلند شوند. منتظر شد هر اندازه‌ای که خدا خواست، سپس برگشت و مردم هنوز نشسته بودند. فشق ذلك علیه، و رسول الله صلی الله علیه و سلم این برایش سنگین بود. و عرف فی وجهه، و در چهره و صورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم میشد این را بفهمید که از این حالت، از این چیز بدش میاد. فنزلت آیت الحجابی، دیگه بعد از این آیه حجاب نازل شد که باید زنان مسلمان و زنان پیامبر علیهم الصلاة والسلام باید از یعنی مردم پشت پرده با آنها صحبت کنند. حالا ما بیاییم این حدیث را در خود صحیح بخاری در جای دیگر این حدیث را بیان میکنیم. البته مطلب بهتر از این است که ما وارد خود آیه بشیم که خدا در قرآن چه میفرماید، چون در این حدیث این قسمتش که خداوند متعال زینب بنت جحش را به عقد رسول الله در آورد، این دیگه مشخص است و چیزی در آن وجود ندارد، یعنی این مسئله واضح است. اولا زینب بنت جحش مادرش امیمه است. امیمه دختر عبدالمطلب که می شود عمه رسول خدا، یعنی دختر عمه رسول خدا می شود. و این زینب بنت جحش همون شخصی بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواست آن را به عقد زید بن حارثه در بیاورد، یعنی او را خواستگاری کرد برای زید بن حارثه که برده آزاد شده رسول الله بود، یعنی رسول الله او را آزاد کرده بود، یعنی یه برده آزاد شده بود زید بن حارثه. اما زینب بنت جحش راضی نبود به این، یعنی دوست نداشت که با زید بن حارثه ازدواج کند. اما وقتی که دید رسول الله صلی الله علیه و سلم از او خواستگاری می کند، دیگه نهایتا راضی شد. و این مسئله بعداً خداوند متعال رسول الله را آگاه ساخت صلی الله علیه و سلم که این یکی از همسران آینده تو خواهد شد. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم خدا او را آگاه ساخته بود که این همسر تو خواهد بود، زینب بنت جحش همسر تو خواهد بود. و زید بن حارثه هم چون در اصل زینب بنت جحش
از ته قلب راضی نبود با این ازدواج، در نتیجه زندگی خوبی با هم دیگر نداشتند و با زید بن حارثه آنطوری که باید باشد نبود و مرتب زید بن حارثه خدمت رسول خدا می آمد، می گفت ما نمیتونیم با هم بسازیم، یعنی وضعیت خوبی نداریم، دوست داشت آن را طلاق بدهد. در عین این هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانست که خدا فرموده این همسر تو هست، ولی دیگه نمیتونست، یعنی شرم میکرد که با او بگوید خیلی خوب طلاقش بده، فقط او را توصیه میکرد که او را نگه دار، سعی کنید با هم توافق داشته باشید و با هم بسازید تا نهایتا، چون خودش اصلا برایش قابل قبول نبود، چون در اون عصر کسی که مثلا همه میگفتن زید بن حارثه فرزند محمد است صلی الله علیه و سلم و مانند فرزند رسول الله به او نگاه میکردن، یعنی میگفتن رسول الله پدرخوانده اوست و این هم پسرخوانده اوست. در نتیجه در زمان جاهلیت کسی نمیتوانست با زن پسرخوانده خودش ازدواج کند و این با وجود اینکه خدا اینو فرموده بود، ولی احساس میکرد خیلی سنگین بود برایش این مسئله، تا اینکه نهایتا در اینجا یعنی راضی شد. نهایتا خداوند متعال آیه نازل کرد و فرمود دیگه باید شما با او ازدواج کنید و اصلا اولا به عقد او در آورد بدون اینکه نیازی به اجازه خانواده نبود. این بود شرم میکرد که بگوید بله خیلی خوب به زید بگوید طلاقش بده و همچنان بین زید بن حارثه و زینب جالب نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میداد که او را نگه دارد و تقوای خدا را داشته باشد و رسول خدا از این مسئله برایش سنگین بود. حالا ما بیاییم خود آیه را نگاه میکنیم، آیت این قضیه را واضح‌تر برای ما بیان میکند. در اینجا هرچند این آیه مطلب یعنی قسمت اصلی این حدیثی که ما داریم بیان میکنیم قسمت دیگرش که مربوط به چیز هست، که مربوط به آیه حجاب است که ما فعلا به آیه حجاب میپردازیم و به اون قسمتش هم اشاره میکنیم. اشاره که کردیم در اون آیه، در اون حدیث به صورت واضح بیان شده بود، میگه فلما قضا زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعیائهم. هنگامی که زید بن حارثه نیاز خود را از او برآورده کرد، از زینب، یعنی با او ازدواج کرد و بعدا با هم نساختند و او را طلاق داد، زوجناكها، ما او را به همسریت و در آوردیم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعیائهم، تا برای تمام مؤمنان هیچ اشکالی نداشته باشد، برایشون سنگین نباشد که با همسران پسرخوانده های خود ازدواج کنند. اذا قضوا منهن وطرا، اگر با آنها ازدواج کردند و نهایتا اونا را دیگه نتونستند با هم زندگی کنند و آنها را طلاق دادند. و کان امر الله مفعولا، و امر خدا باید انجام بگیرد، یعنی اون چیزی که باید باشد باید انجام بگیرد. حالا این آیه کاملا روشن کرد و مشخص نمود که یعنی زید بن حارثه که نمیتونست با او زندگی کند اصلا یک امر طبیعی بود و خداوند متعال قرار از این طریق با ازدواج کردن رسول خدا صلی الله علیه وسلم با زینب بنت جحش که دختر عمه رسول الله بود صلی الله علیه وسلم، این قاعده و این قاعده‌ای که در زمان جاهلیت وجود داشت، این سنت جاهلی را متلاشی نمود و یک سنت جاهلی دیگرم را متلاشی کرده بود با اینکه زید بن حارثه را، یعنی دختر عمه خودش را به خواستگاری کرده بود برای پسرخوانده خودش، که در اونجا در حالی که
زینب بنت جحش یکی از اشراف قریش و در واقع از خاندان عبدالمطلب هست و از اشراف قریش است، آمده او را به عقد یک برده زاده‌ای در آورده، یعنی یک برده آزاد شده ای، که این قانون را باز هم بیان کند. بر اساس این حدیث و این داستان که در قرآن و سنت آمده، بسیاری از اهل علم میگویند تنها کفاءتی که در مسئله ازدواج مطرح است ایمان است و تقوا، هیچ کفاءت دیگری وجود ندارد. هرچند تعدادی از فقها گفتن کفاءت وجود دارد، و چون کفاءت در این بین زینب و مثلا زید بن حارثه وجود نداشت، دیدیم با هم نتونستن زندگی کنند. از این لحاظ بگوییم بله، اما از این لحاظ ما خیال کنیم که مثلا یک خانواده از خانواده دیگری بالاتر هست و حق ندارد اون یکی با او ازدواج کند، این نه. اینها اگر با هم راضی بودن ازدواج کنند هیچ اشکالی ندارد. و در ابتدا خود زینب بنت جحش از ته دل راضی نبود به این ازدواج، اما چون رسول الله فرمود صلی الله علیه وسلم، دوست نداشت حرف رسول خدا را به زمین بنهد. در اینجا آیه حجابی که نازل شد این آیه است که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم. می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید وارد خانه های رسول الله نشوید صلی الله علیه وسلم تا زمانی که به شما اجازه داده شود، یعنی بدون اجازه وارد نشوید. یعنی این میرساند که در قبلا بدون اجازه می آمد و می رفتند، همچنان که در زمان جاهلیت وجود داشته، هر کسی میخواست خانه هر کسی برود بدون اجازه و بدون زدن در وارد میشد، همچنان که در بسیاری از مناطق های سنتی و روستایی شاید این قضیه حتی در این اواخر هم وجود داشت. بعداً فرمود الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین، یعنی وارد نشوید به خونه های رسول خدا صلی الله علیه وسلم بدون اجازه و همچنان منتظر آماده شدن غذا باشید برای شما. ولكن اذا دعیتم فادخلوا و اذا طعمتم فانتشروا. هر وقت وارد شدید، اگر شما دعوت شدید همون لحظه وارد میشوید و وقتی که غذا را خوردید بلا فاصله اونجا را ترک کنید، دیگه در اونجا ماندگار نشوید. این یک سنت بسیار مهم و بزرگی است و برای این فقط مخصوص خانواده رسول الله نیست، این بلکه رسول الله برای ما بیان کرده صلی الله علیه وسلم، برای همه اینجوری است. واقعا من این سنت بسیار قشنگ و زیبا را در جنوب ایران و در بلوچستان مشاهده نمودم. یعنی وقتی که در بلوچستان عادت اینجوریه، مردم میرن دعوت میشن برای غذا که خوردن بلا فاصله از اونجا خارج میشون، که بسیار مطابق سنت و درست است. و در جنوب هم تقریبا اینجوری است دیگه، بعد از غذا نشستن و گپ زدن و حرف زدن و شلوغ کردن و بشینی برای نمیدونم میوه بیارد و نمیدونم آجیل بیاورند و نمیدونم چای چند بار، این حرفا نیست. غذا را مخصوصا در مناطق جنوب میوه و غذا را با هم میگذارند، هرچند این ممکنه یک مقدار مخالفت داشته باشد. اصل بهتر است که میوه قبل از غذا مثلا میل شود، ولی به هر صورت روش بسیار قشنگ و زیبایی است و مطابق سنت است و مطابق قرآن و سنت است. بعداً فرمود ولا مستأنسین لحدیث، یعنی منتظر نمانید و شروع کنید با هم صحبت کردن و گپ زدن و حرف زدن. اینجا را دیگه غذا که خودی یلا اونجا را ترک کنید. این ذلك کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، میگه این کار شما، یعنی تعدادی از شما که این کار رو میکردید، بعد از غذا می نشستید و با هم صحبت میکردید، این کار رسول خدا را اذیت میکند. اما چون رسول خدا شرم میکند از شما، از روی شرم و حیا نمیتواند به شما بگوید آقا غذا تمام شد دیگه اینجا را ترک کنید. اما والله لا یستحیی من الحق، اما پروردگار شرم نمی کند از بیان حق.
در اینجا با هم میان برنامه بیان نگاه میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن يا رب وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن يا رب عند الموت حسن منطقي عند السؤال وملتقى الملكان. و عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بعداً پروردگار بیان میکند، میفرماید و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اگر شما خواستید از همسران رسول خدا صلی الله علیه و سلم چیزی را درخواست کنید، سوالی بپرسید، کاری داشتید، از پشت پرده و از پشت حجاب این کار رو انجام بدهید. این آیه حجاب است، یعنی حجاب بین امهات المؤمنین و مردم مسلمان که حق ندارند رو در رو با آنها صحبت کنند، الا باید در پشت پرده باشد، یعنی و نباید به چهره آنها نگاه کنند. البته این برای همه انسان هست، فرقی نمی کند. فرمود ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این برای دل شما و دل آنان، یعنی هم برای دل شما مسلمانان و دل همسران رسول خدا صلی الله علیه وسلم بهتر و پاکتر است که دل کسی چیزی در آن قرار نگیرد. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. و برای شما، یعنی شما حق ندارید که رسول الله را اذیت کنید و بعد از وفات او با همسرانش ازدواج کنید. چنین کاری اصلا و به هیچ وجه نباید انجام بدهید. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظیما. این کار نزد پروردگار گناه بسیار بزرگی است، زیرا همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم اونایی که در دنیا همسر او بودند در آخرت هم نیز همسر او هستند. در نتیجه هیچ کسی حق ندارد با آنها ازدواج کند. و این تبدو شیئا او تخفوه فان الله کان بكل شیء علیما. اگر شما در دلتون چیزی که در دلتون بوده آن را آشکار سازید یا آن را پنهان سازید، پروردگار به آن آگاه است و علیم است، بسیار داناست. گویا کسانی بودند در ذهنشون بود که اگر رسول خدا فوت کرد صلی الله علیه وسلم با همسرانش، با یکی از همسران او ازدواج کند. بعداً این آیه که نازل شد، تمام اونها این قضیه به کلی تمام شد.
این آیه حجاب همون آیه حجاب است که معروف است که نازل شد، که احکام و آداب شرعی فراوانی در آن وجود دارد و این یکی از اون چیزاست که امام عمر قبل از نزول آن آرزوی آن را داشت. در حدیث صحیح امام بخاری و مسلم وارد شده که امام عمر می‌فرماید وافقت ربی فی ثلاث، میگه من دقیقاً موافق پروردگارم بودم در 3 چیز. یعنی چی؟ یعنی در 3 مورد که پروردگار در مورد آن آیه نازل نمود، من هم این مطلب آرزوی من بود و خواسته ای بود که من دوست داشتم این خواسته انجام بگیرد. میگه گفتم یا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهیم مصلى، ای کاش در مقام ابراهیم نماز میخواندید، یعنی نماز اونجا میخواندیم. میگه فانزل الله واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، میگه پروردگار این آیه را نازل فرمود در مقام ابراهیم در اونجا نمازی برگزار کنید که سنت است، سنت طواف. در اونجا 2 رکعت نماز برگزار میکنید بعد از طواف. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، گفتم ای رسول خدا همسران تو انسانهای نیک و انسانهای نادرست هم بر آنها وارد می شود. یعنی مثل این که خانه شما درش باز است بر روی هر کسی که بخواه وارد شود. فلو حجبتهن، ای کاش آنها را محجوب میکردی، یعنی در حجاب قرار میدادی که کسی آنها را نبیند. فانزل الله آیه الحجاب، میگه بعد از این آیه حجاب نازل شد، موافق همین چیزی که امام عمر آرزو داشت و بلکه پیشنهاد کرد به رسول خدا. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأنا عليه في الغيرة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. میگه هنگامی که همسران پیامبر به خاطر غیرتی که با هم دیگر داشتند، هر کدوم غیرتشون گل کرده بود علیه یکی دیگر از همسران رسول خدا صلی الله علیه وسلم. مثلا میدیدن رسول خدا پیش یکی از اون همسرانش می رود، می آمدن مثلا علیه او یک نقشه ای را می ریختند، کاری کنند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم پیش اون یکی نرود. میگه وقتی که این کار رو که انجام دادند، که پروردگار یعنی وقتی که اینو انجام دادن که در سوره تحریم به آن اشاره کرده و آیه در موردش نازل شده، میگه منم گفتم به همسران رسول خدا اگر خداوند متعال بخواهد، ممکنه خدا بخواهد و احتمال این زیاد است که شما را طلاق دهد، همسران بهتر از شمایی خدا به او خواهد داد. میگه دقیقا من اینو که گفتم، این آیه نازل شد عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. امید هست اگر رسول الله شما را طلاق بدهد، پروردگار همسران بهتر از شمایی به او عطا کند و به او ببخشد. پس این آیه هم نازل شد. این حدیث امام بخاری و همچنین امام مسلم روایت نموده. حالا این آیه چه زمانی نازل شد؟ یعنی این آیه حجاب زمانی نازل شد همون صبحی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم عروسی با، یعنی صبح عروسی رسول خدا صلی الله علیه و سلم با زینب بنت جحش، که پروردگار اولا در واقع به عقد رسول الله در آورد. انس بن مالک می فرماید هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش را با زینب بنت جحش ازدواج کرد، مردم را دعوت نمود و فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، آمدند و
غذا خوردند و سپس نشستند با هم صحبت میکردند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودش آماده کرده بود که اینا دیگه بلند شوند بروند غذا خوردن خارج شوند. وقتی که اینو دید هیچ بلند شد، یعنی هر کسی از اون افراد تعدادی از اون افراد بلند شدند و رفتند. فلما قام من قام، بلند شدند هر کسی بود بالاخره رفتند، می آمدند و می خوردند و می رفتند، می خوردند و می رفتند. و قعد 3 نفر، فقط 3 نفر موندند که اینها نشسته بودند و با هم صحبت می کردند و انگار خونه خودشون است، انگار در خونه خودشون نشستند داشتن با هم صحبت می کردند. وقتی که این و دیگه بلند نشدند، رسول الله آمد صلی الله علیه و سلم تا وارد شود، دید مردم نشستند. انهم قاموا ثم انهم قاموا فانطلقت، میگه سپس این مردم نهایتا بلند شدند و رفتند و منم رفتم. خبر دادم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفتم ای رسول خدا رفتند. آمد که وارد شود، فجاء حتی دخل، آمد که وارد شود. فذهبت ادخل، منم خواستم با رسول خدا وارد خانه شوم. فالقی الحجاب بینی و بینه، در اینجا بود که حجاب در بین من و در بین خانه همسران رسول خدا ایجاد شد. فانزل الله یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، آیه نازل شد ای کسانی که ایمان آورده اید وارد خانه های رسول خدا نشوید، الا ان یؤذن لکم، مگر اینکه به شما اجازه داده شود. آخر انس بن مالک یکی از این خدمت گزاران رسول خدا بود صلی الله علیه و سلم که در سن 10 سالگی خدمتکار رسول الله شده بود و 10 سال کامل با رسول الله بوده، یعنی تا سن 20 سالگی. میگه وقتی که این آیه نازل شد مسلمانان را منع کرد از مسلمانان که به خانه های رسول الله وارد شوند بدون اجازه، که قبلا این کارو میکردن، قبلا بدون اجازه وارد میشدن، الان دیگه آنها منع شدن از این که وارد شوند. یعنی اصلا امام ابن کثیر میفرماید حتی غار الله لهذه الامه، پروردگار برای این امت غیرت نمود، یعنی به آنان دستور داد و این هم برای اینکه پروردگار این امت محمد را گرامی داشت علیه الصلاة والسلام. لبر همین خاطر فرمود رسول الله، فرمود صلی الله علیه وسلم ایاکم والدخول علی النساء، بر حذر باشید بر زنان وارد نشوید، یعنی بر وارد خانه های نشوید که زنان در آن هستند بدون اجازه و بدون حجاب. و اون چیزی که منع کرد فرمود، استثناء نمود، فرمود الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناه، مگر این که به شما اجازه داده شود، که اجازه داده شد نباید یعنی بیایید قبل از اینکه غذا حاضر شود بشینید و منتظر حاضر شدن غذا باشید، نه، باید وارد نشوید تا غذا حاضر شده و آماده شما وارد میشوید، میخورید و به سرعت خارج میشوید. یعنی این دستورات بسیار قشنگ و زیبایی است. به همین خاطر بعداً فرمود اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، پروردگار فرمود وقتی که شما دعوت شدید وارد شوید، وقتی که غذا خوردید خارج شوید، منتشر شوید و پراکنده شوید و خونه را ترک کنید. و در صحیح امام مسلم باز این حدیث آمده از عبدالله بن عمر، میگه رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم اذا دعا احدكم اخاه فلیجب، اگر یکی از شما برادر خودش را دعوت نمود پس دعوتش را بپذیرد، عرسا کان او غیره، حالا این دعوتی برای عروسی باشد یا برای غیر از عروسی. اذا دعیتم فاجیبوا، وقتی که دعوت شدید باید جواب بدهید، یعنی دعوت را بپذیرید. این امام مسلم این حدیث را روایت کرده و در اصل در حدیث در صحیحین اومده که رسول خدا
صلی الله علیه و سلم فرمود لو دعیت الی ذراع لاجبت، اگر من دعوت شوم برای تنها یک ذراعی که قبول میکنم، ولو اهدی الی کراع لقبلت، اگر یک چیز ساده‌ای به من داده شود، یک پاچه‌ای هم به من دعوت شود، هدیه شود، آن را قبول میکنم. فاذا فرغتم من الذي دعیتم الیه فخففوا عن اهل المنزل. این نکته، وقتی که شما فارغ شدید از چیزی که برای آن دعوت شده بودید، دیگه تمام، اذیت صاحب خانه نکنید. وانتشروا فی الارض، بر زمین منتشر شوید. به همین خاطر فرمود ولا مستأنسی نه لحدیث، یعنی ننشینید برای شروع کردن با حرف زدن و داستان تعریف کردن با هم دیگر، این حرفا وجود ندارد. و این بر رسول خدا سخت بود، یعنی که اینو به مردم بگوید، همچنان که پروردگار فرمود، یعنی فرمود رسول خدا را اذیت میکند این که شما بعد از غذا خوردن نشستید و با هم داری صحبت میکنید. اون شرم میکند که به شما بگوید، اما پروردگار شرم نکرد و شما را آگاه ساخت از این کار. یعنی این آدابی است که بسیار بسیار مهم و من احساس میکنم این آداب بر بسیاری از مردم یعنی پوشیده بوده. بسیاری از مسلمانان این آداب شرعی و آداب را فراموش کرده اند یا اصلا به آن توجهی نداشته اند و باید ما سعی کنیم این فرهنگ قرآنی و سنتی را زنده گردانیم. در نتیجه این مهمانی هایی که اینقدر با هم میشینند و شلوغ میکنند و برای مدت طولانی با هم اختلاط میکنند کار پسندیده ای نیست، بلکه انسان بلا فاصله غذایی دعوت میشود برای خوراک که تمام شد، بلا فاصله اذیت را بر صاحب خانه یعنی رفع زحمت میکند. یعنی به صورت با زبان خودمونی باید رفع زحمت کند. و این آیه هم که حالا این قسمتش به نظرم کافی است که ما در مورد آن سخن گفتیم. یک حدیث دیگری که پس اون حدیثی که ما عرض کردیم، حدیث 7421 حدیثی بود از طریق خلاد بن یحیی، اون هم از عیسی بن تهمان، اون هم از انس بن مالک، که امام بخاری زیر باب و کان عرشه علی الماء، یعنی عرش خدا قبلا بر آب بود، این حدیث را آورده، چون در اینجا فرمود انکحنی فی السماء، ان الله انکحنی فی السماء، پروردگار منو در آسمان نکاح نمود برای رسول خدا. یک حدیث دیگری که این قضیه را روشن می کند که قبلا بیان کردیم، یعنی امام بخاری در حدیث 7420 هم با سند خودش از انس بن مالک، یعنی با این دیگه یکی از اون ثلاثی ها نیست، یعنی احمد، محمد بن بکر مقدمی، حماد بن زید، ثابت، انس بن مالک، یعنی در اینجا یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، یعنی دیگه یک سند خماسی، یعنی با 5 حلقه سند به رسول خدا رسید که میفرماید، انس میفرماید جاء زید بن حارثه یشکو، زید بن حارثه آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم از وضعیت و زندگی خود شکایت میکرد، یعنی زندگیش با زینب بنت جحش، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمود اتق الله و امسک علیک زوجک، میفرمود تقوای خدا داشته باش و همسرت را نگه دار. قال انس میفرماید لو كان رسول الله صلی الله علیه و سلم کاتما شیئا لکتم هذه، میگه اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم چیزی را کتمان میکرد و پنهان میکرد و بیان نمیکرد، این مطلب را بیان میکرد، ولی این مسئله که حتی دارد در مورد درون رسول خدا صحبت میکند، آن را پنهان ننموده. فرموده
قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. زينب افتخار میکرد بر همسران رسول خدا که میفرمود زوجکن اهالیکن و زوجنی الله تعالی من فوق 7 سماوات. شما همسر خانواده هایتان شما را به عقد رسول الله در آورده، اما من پروردگار بالای 7 آسمان. بعدا وعن ثابت، بعد ثابت فرمود و تخفی فی نفسك ما الله مبدیه و تخشى الناس والله احق ان تخشاه. میگه تو در درون خودت چیزی را پنهان میکنید که الله آن را چکار میکند؟ آشکار میکند. و تخشى الناس، و از مردم میترسید. فالله احق ان تخشاه، پروردگار شایسته تر است که تو از او بترسید. یعنی در اینجا پروردگار اشاره به این نکته میکنه چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم از طریق وحی به او یعنی اطلاع داده شده بود که این همسر آینده تو هست، ولی این چیزی که تو دلش با خدا به او یاد داده بود و با خدا به او گفته بود نمیتونست این را ابراز کند. وقتی که زید بن حارثه با وجود این که با او مشکل داشت و نمیتوانست با او ازدواج کند، یعنی برایش خیلی سنگین بود، چون میگفتند در میان مردم این خلاف عرف و عادت بود که کسی با همسر پسرخوانده خود ازدواج کند، این تو دلش مونده بود. رسول خداوند متعال فرمود و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، تو در درون خودت پنهان میکنی چیزی که خدا آن را آشکار میسازد. یعنی همون چیزی که تو دل تو هست خدا بس از طریق وحی آن را آشکار میسازد. این بود که انس بن مالک فرمود اگر رسول خدا چیزی را کتمان میکرد باید این آیه را کتمان میکرد. و تخشى الناس والله احق ان تخشاه، تو از حرف مردم میترسی، این که مردم بگویند محمد علیه السلام با همسر پسرخوانده خودش ازدواج کرده، از این میترسی که مردم این را بگویند؟ والله احق ان تخشاه، الله شایسته تر است که تو از او بترسید. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، هنگامی که زید بن حارثه نیاز خودش را از او برآورده کرد و از او جدا شد، ما به همسری تو اولا به همسری تو در آوردیم. یعنی در اینجا تنها صحابه‌ای که اسمش در قرآن بیان شده زید بن حارثه است. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها. چرا؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، تا برای مؤمنان هیچ حرجی نباشد که با همسر پسرخوانده های خود ازدواج کنند اذا قضوا منهن وطرا. حالا این نکته خیلی مهم بود، یعنی که در این حدیث این مطلبی که زید بن حارثه میفرماید واقعا خیلی واضح و روشن است. اگر قرار بود رسول خدا صلی الله علیه وسلم چیزی را پنهان کند این را پنهان میکرد، ولی نه، هیچ چیزی را پنهان نکرده و آنچه که خدا بر او نازل فرموده در واقع آن را بیان نموده. بعداً فرمود در ادامه حدیث نزلت فی شأن زینب و زید بن حارثه، میگه این آیه در باره زینب بنت جحش و زید بن حارثه وارد شده و جالبیش این است که اسم زید به صورت واضح و روشن در آن بیان شده. و این نکته خیلی زیبا و قشنگ است که مثلا شیعیان بیان میکنن که امام علی از پیامبران میگه امام علی یونس را از شکم ماهی نجات داده، نمیدونم یونس مثلا نوح را از مثلا غرق شدن نجات داده، نمیدونم علی مثلا امام ابراهیم خلیل را از آتش نجات داده. چیزهای خیلی یعنی خیلی مزخرفی بیان میکند. ولی این امام علی چرا اسمش در قرآن نیومده؟ مثلا ابوبکر صدیق هم اسمش در قرآن نیومده، عمر فاروق هم اسمش در قرآن به صورت صریح نیومده.
به صورت واضح و صریح، وگرنه آیاتی در مورد امام ابوبکر خیلی صریح است وجود دارد. ولی مثلا پس در اینجا با وجود اینکه زید بن حارثه اسمش در قرآن اومده، ولی بدلیل بر این نیست که بزرگترین صحابه باشد. بزرگترین صحابه ابوبکر صدیق است، سپس عمر فاروق، سپس عثمان بن عفان، سپس علی بن ابی طالب، سپس بقیه. البته در بین علی بن ابی طالب و ابو عبیده بن جراح بسیاری از صحابه بر این هستند که ابو عبیده بن جراح از امام علی هم بزرگتر است. و بعد از ابو عبیده بن جراح امام علی، یعنی حالا امام علی یا شخص چهارم است یا شخص پنجم است. هرچند بسیاری از علما میگویند همین اختیار مسلمانان به عنوان خلیفه بیان میکند که امام علی در مرتبه چهارم باشد، وگرنه تعداد زیادی از صحابه بر این هستند که ابو عبیده حتی از امام علی بزرگتر است. ولی با وجود این کسی که اسمش در قرآن آمده از این افراد نیست. هرچند انسان بزرگواری است و رسول خدا صلی الله علیه و سلم زید بن حارثه را خیلی دوست داشت که به او میگفتند حب رسول الله، و اسامه بن زید که فرزند زید بن حارثه بود اون هم میگفتند ابن حب رسول الله، فرزند محبوب رسول خدا صلی الله علیه و سلم. یعنی زید بن حارثه را دوست داشت مانند پسر خودش و اسامه بن زید را دوست داشت مانند نوه خودش. بله، به این تقریبا به این مقدار بسنده میکنیم. وقتم طولانی شد و مطلب خیلی قشنگ و زیباست و مسائل دیگری در این حول و حوش انشاءالله در یک فرصت دیگری به آن میپردازیم. در اینجا همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.